سلام. بعد از ضربه فرو ریختن عمق استراتژیک اوزما، خامنه‌ای برای جمع و جور کردن پاسدارهای فراری از سوریه و تهدید ریزش و سردرگمی در درون نظام اومد توی میدون و همون اول کار یه خط و نشونی کشید که شیر ریزش رو به خیال خودش سفت ببنده. یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه. همچی میگه اگر کسی تحلیل کنه جرمه که انگار نیاز به تحلیل داره. آخه هر کی سوریه رو نگاه کنه میبینه فرو ریخته دیگه. ستون خیمه فرو ریخته. این که تحلیل نمیخواد. خودت قبلا تحلیلشو کردی؟ چیزی که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. ستون خیمه. حالا خامنه اینو گفت که کسی نیروهاش رو نترسونه، ولی کیه که گوش کنه؟ از اون روز به این ور هر کی اومد توی نظام حرف زد فقط توی دل بسیجی‌ها و پاسدارا رو خالی کرد. اول از همه هم خود پزشکیان. نمیدونم حرفایی که میزنید باید بگم شرمندم، برای اینکه خب همینجوری اومدیم و با این ناترازی ها و مشکلات رو در روییم. خیلی وقتا به من میگن تو نگو مشکل داریم، بگو حل. به اصطلاح چجوری میگن؟ امید بده، وعده بده. خود درمانش رو هم نمیتونیم با هم بدیم. هر کاری رو که میخوای دست بزنی میگه به اینجا دست نزن، دردمون میاد. پس اینی که گذاشتن مثلا رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه که قرار همه دردها رو درمان کنه، خودش دستاش بالاست و تا تریبون گیر میاره توتیوار همون مشکلاتی که نظامشون توی این 45 سال مسببش بوده رو تکرار میکنه. این بحثایی رو که این عزیزان کردن و 45 سال ما انقلاب کردیم، خب همه اومدیم گفتیم حل میکنیم ولی نکردیم. اولا ما که علم نداشتیم مدیر شدیم. 45 سال از این کارا کردیم، چرا درست نشده؟ این فقط بحث سوریه نیست، کل 45 سال نظام رو لگد زد. دیگه دلی واسه بسیجی‌ها نموند که این توشو خالی کنه. بعد آخه مشکلات نظام که یکی دوتا نیست، همینجوری افتاده توی شیب بدبختی، کمبود برق، کمبود سوخت، کمبود گاز، آلودگی هوا. بعد اینو آوردن که مثلا اینا رو یه کاری بکنه، ولی با راه حل هایی که میده بیشتر باز توی دلشونو خالی میکنه. ما همه مردم کشورمون اگر 2 تا چراغشون رو خاموش کنن 2 درجه بتونن پایین بیان، بعد اون پولو میتونیم به معیشت بدیم. وقتی این رو با مقام معظم رهبری مطرح کردیم، بار دوم که من اومدم دیدم چراغای اتاق رو نصف کرده. بعد گفت ببین ما نصف کردیم روشنایی رو. اما موقعی که اومدیم همش با کسری مواجهیم، کم آوردیم برای اینکه اضافه مصرف میکنیم، بد مصرف میکنیم. بعد مجبور میشیم وقتی کم آوردیم گاز کارخونه رو قطع کنیم، برق مردم رو قطع کنیم. این چرا اینجوری شده؟ برای الان ببینید اینجا مثلا این برای چی این چراغا رو روشن کردن؟ نور آفتاب هم اینجاست و این چیزایی که اینجا گذاشتیم، گرمایی که اینجا وجود داره، الان من تو به اصطلاح داره عرق به اصطلاح گرممه. چه لزومی داره ما اینقدر گرم کنیم جایی که میتونیم نکنیم؟ بالاخره اینم یه آپشنیه که طرف خود نمیفهمه چی میگه. آخه الان چراغ سالن رو خاموش کنن مسئله برق مملکت حل میشه؟ برق اینجا داره مصرف میشه یا تو اون مزرعه‌های ماینینگ رمزارز؟ توی سالن هم همه دارن بهش میخندن. اصلا حرف رئیس جمهور نظام رو به دکمه کاپشنشون هم حساب نکردن، حتی یه لامپ هم براش خاموش نکردن. حالا توی این شرایط که توی نظام هر طرف نگاه میکنن با تابلوی ناامیدی مواجه میشن، این هم پاش رو گذاشته روی پدال نارسایی ها و ناترازی ها و طوری تخت گاز میره که انگار نه انگار که خودشون باعث و بانی این وضعیت هستند. من خود به خود در این نارسایی ها و ناترازی هایی که به وجود اومده واقعا نمیتونم جواب بدم. آخه چطور ممکنه ما یک تقاضایی رو ایجاد بکنیم منابع نداشته باشیم و بعد بگیم ما لوله کشی گاز میکنیم ولی زمستون که شد، وقت کار که شد، بگیم گاز نداریم؟ آخه چه نوع تفکری بوده که ما کردیم؟ یعنی نمیتونستیم محاسبه کنیم چی داریم که بعضی وقتا گازشون رو قطع کنیم، بعضی وقتا برقشون رو قطع کنیم. ولی خب فعلا با این مواجهیم.
توقع ایجاد کردیم، منابعشو نداریم. پس تا جایی که به تو دل خالی کردن باشه، این یارو برای مهرهای نظام سنگ تموم گذاشته. ولی قشنگ معلومه که این تدارکاتچی نظام اینقدر در زیر فشارهای مختلف مونده که حتی قرآن خوندنش هم بند اومده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. حالا یادم بیاد الان میگم. چی میگن؟ توصیه میکنه به این که ما کذالک جعلناکم، نه، حالا آیه ای هست که میگه به اصطلاح صلوات بفرست، حالا یادم بیاد. این نماد بی‌عرضگی رو گذاشتن رئیس جمهور که مثلا یک دردی از دردای بی‌درمون ولی فقیر رو حل کنه. ولی بسیجی‌ها که نگاش میکنن انگار آگهی ترحیم نظام رو دارن میبینن. مگه میشه تو این مملکت روزانه 20 میلیون لیتر یا میلیون مگه میشه؟ تولید کننده منم، عرضه کننده منم، اون 20 میلیون لیتر چطور گم میشه؟ خدا وکیلی حالا ما رو هم دار بزنن کم کاری نکردن، چطور گم میشه؟ آخه 1 لیتر 2 لیتر 10 لیتر 100 لیتر و 1000 لیتر که نی. حتما من بلد نیستم اینو نظاری که کاری نداره. بعدم راحت میگیم پشت تریبون میگیم این اتفاق افتاد، همه هر روز میگیم. خود معلومه من بیورزم، کسی دیگه که نی. چرا باید این اتفاق بیفته؟ عین این در برق، عین این تو آب، عین این، یعنی هر جا رو نگاه میکنی ما مشکل داریم. اینه که باید آدم تو دنیایی که همه چیز در حال کنترله، همه چیز رو رصد میکنن، حتی این خودکار میفهمم من خریدم، اون وقت ما 20 میلیون لیتر روزانه گم میکنیم، نمیفهمیم چطور گم کردیم. نمیفهمی چجوری گم میکنی؟ یا نمیخوای بفهمی؟ میدونی چرا نمیفهمه؟ چون نرم افزار فهمیدنشو نصب نکرده. این قصه قاچاق 20 میلیون لیتر سوخت روزانه هم از اون داستانهای تو دل خالی کن شده براشون، چون مدام همه دربارش صحبت میکنن ولی جلوشو نمیگیرن. آقای پزشکیان بیشتر نقش سخنگوی دزدا رو پیدا کرده. فلان جا خوردن، فلان جا بردن، 20 میلیون لیتر بنزین داره گم میشه تو کشور. یعنی چی اصلا؟ که خب بیان کن برام، به چه درد میخوره آقا؟ یعنی چی سخنگوی دزدا، سخنگوی راندخوارا، فلان جا دست میذاری میگن دست نذار، این کارو بکن دست نذار. یعنی چی هستن؟ خب وقتی یورزش هم نداری نمیتونی آقا بیا پایین دیگه، بیا پایین. وقت مردم نگیر 45 سال وقت هم گرفته شد، زحمت بکشید بیاید پایین. مشکل پایین اومدن اینه که فقط 1-2 نفر که نیست، کل نظام باید بیاد پایین، چون همشون در جریان این چاپیدن ها و بخورا هستن و اطلاع هم دارن. به هر حال امروز وارد کننده منحصر به فرد فراورده در کشور دولته، تولید کننده فراورده هم در کشور دولت و انحصاری است و ما روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق میشه. تردید نکنید که این قاچاق سازماندهی شده است. مراکز تولید و مصرف کننده های اصلی اولین تهیه کننده های این قاچاق هستند. من این رو با اطلاع میگم. حالا این قاچاق سازماندهی شده که 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت میبرن روزانه کار کیاست؟ آل کاپونیناست یا برادران دالتونه یا اون دون کورلئون و پسران؟ بگه 1 تانکر 2 تانکر میگه 20 میلیون میشه، 100 تانکر و 1000 تانکر که 20 میلیون لیتر نمیشه که. آره ما داریم دنبال میکنیم. چیز عجیب غریبی آیه وزیر نفت گفت تو کمیسیون ما که ثبت شده است. گفت ما برای اینکه تامین، گفت ما نزدیک 9 میلیون لیتر سوخت الان داریم از قاچاقچی‌ها میخریم. داشتم یعنی چی؟ سوال آقا پس شما میدونید قاچاقچی کی ازش میخرید دیگه؟ نه یعنی سرنخ دست شماست. سوخت میخریم؟ بله خودش شاهده. تا جمع اعضای کمیسیون همه بودن الان ثبتم شده. آقا سرنخ دست شماست. شما که میدونید کی قاچاقچیه برو تا خسته. همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن اونور برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم 1 قرون 2000 که نی،
همه قاچاقچی‌های درجه 1 دنیا رو به طمع میندازه، چه برسه به برادران قاچاقچی خودمون. خب پس این مشکلات دزدی و قاچاق که تو نظام نهادینه است، معلومه که راهکاری نداره، چون چاقو که دسته خودش رو نمیبره. کسی که نمیتونه بره یقه سپاه رو بگیره اینجا. بنابراین این که فساد حکومتی درمان پذیر نیست رو الان توی خودشون هم دیگه راحت میگن. من فکر میکنم که حاکمیت در حال حاضر به یه ورشکستگی بزرگ در همه امور رسیده، در همه حوزه ها، و هیچ تعقلی هم وجود نداره برای اصلاح این. خب مشخصه شما وقتی که همه چیزت به هم ریخته باشه، فساد هم تو شکل میگیره. این قده به قدری پخش شده، شما با نشون دادن جاهای زخمی به نتیجه نمیرسید. من فکر میکنم که فساد سلولی شده، دیگه ساختاری هم نیست. تک تک سلول های این بدن هم آسیب دیده، این بدن درگیر شده و قابل اصلاح هم نیست مگر با قطع عضو. و چند عضو میخوای قطع بکنی؟ شما نمیتونید با ساختار فعلی به جنگ مبارزه با فساد برید. ببینید ما از سال 1390 عملاً نظامی ها رو درگیر فروش نفت کردیم. پس قاچاق نفت که هیچی. پزشکیان برای مشکلات مختلف راه حلاشو داد. برای کمبود برق که گفت چراغا رو خاموش کنید، برای کمبود سوخت هم گفت لباس گرم بپوشید. حالا برای پرواز قیمت دلار چی کار میخوای بکنی؟ این وضعیت قیمت دلار توی همین چند ماه اخیره که میبینید قله های خامنه‌ای رو داره پشت سر هم فتح میکنه. بالا رفتن قیمت دلار هم چیزی نیست که با رفع فیلترینگ واتساپ بشه پوشوندش. دلار داره تاریخ تولد هممون رو رد میکنه. بعد یارو اومده استوری گذاشته واتساپ رفع فیلتر شد. چی میزنی داداش؟ حالا تو این شرایط که بالا رفتن قیمت دلار داره خشم و نارضایتی مردم رو متراکم میکنه، برای مشکل آلودگی هوا هم پزشکیان باز نسخه تعطیلی عمومی رو گذاشته روی میز که فشار رو روی مردم چند برابر میکنه. تیتراژ فیلمی که داره در سوریه تو رسانه ایران پخش میشه آغاز یه فیلمی به نام سرنگونی جمهوری اسلامی. اینو حواستون باشه. تصویری که از روز آخر رفتن اسد دارن ارائه میدن تصویر سقوط دیکتاتوره. جنگ سوریه جنگ اجتماعی بود، مدل توسعه هدیه دادن به مردم. مسئله از این مهمتر ما داریم. ما تو هیچ مسئله مهمی قدرت تصمیم گیری عاجل نداریم. اتفاقا اون جایی ما رو میزنن که میدونن ما تصمیم گیری سریع نمیتونیم بکنیم. نمونهش الان قصه آلودگی هواست. چه راه حل بدی و ناآورانه خلق شد. هفته بعد دوباره تعطیل میشه. تنها راه حلی میشه. الان که دیگه پا رو فراتر گذاشتیم. توی چنین شرایطی که ما به ذره سرمایه اجتماعی نیاز داریم، دستور میدن اصناف غیر ضرور تعطیل کنن. این کرکره رو بکشی پایین، این روزیشو داری ازش میگیری بدون که داری چیکار میکنی با سرمایه اجتماعی. پزشکیان اون موقع که وارد سیرک انتخابات شد فقط یه هدف داشت که اون هم گرم کردن تنور انتخابات خامنه‌ای بود. راه برون رفت ما از این مشکلاتی که شما الان مطرح کردید، من در انتخابات اون موقع که در حقیقت بیشتر قصدم این بود که مردم عزیز ایران رو بکشیم پای صندوق‌های رای. خب پس خودش هم داره میگه که راهی برای برون رفت از مشکلات نداره. قصدش فقط این بوده که تنور انتخابات رو گرم کنه. با چی؟ با یه سری وعده‌های سر خرمن که نمیدونم فیلترینگ رو جمع میکنیم، گشت ارشاد رو جمع میکنیم، که همون موقع هم وقتی ازش سوال کردن که اگر نتونستی چی؟ گفت اگر نتونستم کاری بکنم استعفا که هیچ، کلا سیاست رو میذارم کنار. سنگ اندازی اجازه نداد که فرضاً یک تعهدی که مردم دادید رو انجام بدید. در اون شرایط چه میکنید آقای دکتر؟ خب طبیعی اگر هر کاری کردیم ما نتونستیم به اون گفته هامون و قول هامون عمل بکنیم، طبیعتاً از ادامه کارهای سیاسی خداحافظی خواهیم کرد و ادامه نخواهیم داد. این یک مسئله خیلی روشنه. حالا امروز همون حرفی که توی تبلیغات انتخابات زده بود رو گذاشتن جلوش که یالا به همین یکی وعده حداقل عمل کن. پزشکیان زمان انتخابات گفت که اگه نتونه به وعده هاش عمل کنه استعفا میده. ما همچنان منتظر رفع فیلترینگ، حذف گشت ارشاد، لغو قانون حجاب، رفع تحریم ها و حل مسئله FATF هستیم. اگه اینها انجام نشه با استعفا میتونی به یکی از وعده‌هات عمل کنی. حالا مشکل استعفای پزشکیان چیه که این چند وقت هی به صورت شایعه مطرحش میکنند؟
مشکل اینه که حتی اختیار استعفاش هم دست خودش نیست، چون این فقط نوکر بی اختیار یکی دیگه است. نهاد ریاست جمهوری فرض بر اینه که بعد از رهبر در قانون اساسی شخص دوم مملکته، ولی شخص دوم مملکتی در کار نیست. اینو ما نمیخوایم بپذیریم که قدرت واقعی اصلا دیگه در نهاد ریاست جمهوری نیست، اصلا نیست. شما ببینید مثال سادهش وقتی که زمان شاه محمد رضا شاه به نخست وزیر گفتن نخست وزیر میگفت نفر دوم وجود نداره، یه نفر اول هست. شما میبینید مثلا آقای پزشکیان یا آقای حالا جلیلی یا هر کسی دیگه همه مطیعان رهبرن، آقای خامنه‌ای هم. ما از بین مطیعان رهبر یا بخوام تعبیر رادیکال تر به کار ببرم نوکران رهبر، خدمتگزاران رهبر، میگن یکی شما انتخاب کنید. بله اومدی توی این پست دیگه باید تا تهش با این نظام بری که الان هم با این اوضاع احوال معلومه که نظام داره کجا میره. البته بهتون بگم برنامه‌ریزی این که به زودی ایران هم بریزن به هم در جریان باشید، اصلا قطعیه ها. عین 1401 جدی میخوام بریزم، فقط دنبال بهانه ان. اونی که استارت بزنه، اونی که استارتر بشه چیه، حالا بنزین، حجاب، نمیدونم چیه، ایناشو من نمیدونم، یه چیز علم بکنن. اون رسما گفتن آقا سر مار اینجاست، نمیدونم ته چی کجاست، نمیدونم فلان، اینا یه جای ختم میشه بالاخره. شما چیکار کردی که خودت به جای رسیدی که مردم تو زائد میبینی، شر شدی واسه مردمان خودت و مردم هم تو رو شر بنیادین میدونن. این پرسشی است که حکومت باید از خودش بپرسه. من چیکار کردم که تبدیل به شر بنیادین شدم؟ من چیکار کردم که کسی دیگه منو نمیخواد؟ من چیکار کردم که به زبان ساده مردم به من میگن که ما نیستیم که باید این سرزمین رو ترک کنیم، تویی که باید این سرزمین رو ترک کنی. پس خامنه‌ای که روز اول بعد از سقوط اسد میخواست با یک تشر نمیدونم هر کی تحلیل تو دل خالی کن بده مجرمه جلوی ریزش رو بگیره، الان قشنگ معلومه که همه حرفشو گوش کردند. چرا؟ ولی حرفا زده میشه برای ناامید کردن، برای ته دل خالی کردن، برای ترسوندن. ببینید به ما دستور داده شده نترسید. آره تو نترس، باقری بریف، تو یکی حرف عظما رو گوش کن حداقل. وقت بخیر و خدا نگهدار.